سلام علیکم انده نباشیم. ساعت شما خوب، خیریت جانجوره، سلامت باشین، زنده باشیم. بریم بخش اول ببینیم. سلام بینید عزیز، شب شما بخیر. امیدوار هستم که خوب باشین و با خسر خشوع و مهربان باشین. سوژه هفته مرتبط به خسر خشوع است. سلام بر شما. سلامت باشین. سلام به شما. علیکم سلام. شما چقدر از خسر خشوع خود رضایت دارین؟ ما که فعلا خسر خشوعی تا موقت از ما. ایشته موقته. مثلا ما خونه‌دار نیم، من نامزد دارم. خسر خشوع ما موقته، تا وقتی که عروسی کنیم موقته دیگه، چون موقت گفته میشه. خب یعنی اونا رو تایید ندارین فعلا؟ تایید دارین. خوب صحیح کنیم. وقتی که عروسی نشه دروغ بگم ما خسر خشوع داریم. خب خیر، از این بس میگذریم. چقدر از اون خسر خشوع موقت خور از این؟ خشوع خسر از هر دو تا. یار ما که خیلی از خسر واقعا خیلی راضیم. خداوند خیر بده. خسر ما خیلی آدم شریفی به حق ما خیلی نیکی کردن، خیلی خوبی کردن. ما آدم خوشم. خب چه خوبی و چی نیکی کردن؟ خوبی همی که برارم امروز اول که من نامزددار شدم، من با ما گفتم که فلانی، گفتم ها. گفت میفهمی گپ چیه؟ گفتم نه. گفت گپ از اینه کاکا جو برمه. گفت تو به جمع اولاد منی. گفتم درسته دیگه، شما بیتر میفهمیم، نما این که گردن خور بسته کنی. انا امروز که نامزددار شدی، تو فکر کو که اگر بخونه خسر خوب بیایی هر شو جمعی چند مصرف دارم؟ من گفتم حداقل 4-5 هزاره. بفهمیدیم؟ گفت درسته. گفت فقط 1 سال 2 سال که نامزددار بودی اصلا به درس را مدر نزنی. چرا؟ همه پول گفت تو که شو جمعه میای بخونه خسر خوب مصرف میکنی، پول میاری، امور نیار، امور بخو قلک پیدا کو، بنده به قلک 1 عالم میشه عروسی مصرف خور بکو. گفتم کاکا خسر خداوند شما خیر بده، اصلا به 10 سال من نامزددار میشم، به 10 سال نمام چهره شما رو ببینم. واقعا به شما نیکی کلو نکردن. بله ها دیگه، همین خوبه، همین تا خوبه خدایی. بعضی خسرو همین تنن خدایی خوبه. خیلی خوبه. ببخشیم برای من، مثل که خسر من میرم که کار دارم. خداحافظ. سلام علیکم. به نظر شما چقدر از خسر خشوع خود رضایت دارین؟ خیلی لال رضایت دارم. خب تا به در خونه خدا ما از اون رضیم براده. خب چی رقم؟ ما همیت رضی هستم لالا که همی هفته جلوتر بفهمیدیم. خسر ما زنگ زد برفتم به خونه نرفتم، بعد از دو هم تک رفتم به ما گفت اگه بیا که چی تاج طلای بتستونم، تاج طلای استون گریش من تا سرمه. بفهمیدین؟ خشوع یک تک مکمل، خیلی هزار و محبت از هر لحاظ دیگه مر تحویل گرفتم و صاحب مهربانی. کچلوار چند از کچلوار با استنده بود، چند جو بوتا فیکس با استنده بود. خیلی مزون رزیم دیگه. قراره کردی بام اختلاط بدین خود از اینا چاش تمام برد به رستوران برد. آفرین. بام رستوران که بردم سوپا پیش از غذا بگیرشتم پیش ما همینا با مال خوردن بودم که یک دفعه دیدم نانه گفته که مرتضی. گفتم بله. گفت بابا که نماز صبح قضا شد. دیگه شما خیلی تعریف میکنید. دیگه الان من مردکی مجرده ما کی ما زن بده با چی نادون هنه خوشی ما به دنیا نامده. شما چی گپای میزنی؟ ولی باز همین خیلی بدیدم. امیدوارم این خیلی شما به واقعیت تبدیل شه انشالله. دعا بکنیم برا کارون جانمه. بس تکیم. شب بگی خوش. شروع شده، ببخشید. خب چیزه حالا ما فلان تا تلویزیون. خب درسته. خب گزارش بدیدیم. درسته دیگه، سه نمایی که ما گردن خوب است کنم. خب چیزه شما یک لطفی بکنیم، وقت شما رو بیشتر نمیگیرین، گم کنیم جنجال داره. انا بریم بخش دیوم ببینیم یک نمایشنامه خودم سل کردیم، انا بابا خیلی خوشی پس برمیگردیم شاگرد میکنیم میاییم. بریم خیر ببینیم.
هر چی که بخیری به می شهر بیاری همه خرابه. یک دم کولر خرابه، یک دم پنکه خرابه. کو همه سویچه از این میزنی مرگ خود نمیاد. برق هم کو هست. یالا شتن رو چه خدا خیریت جان جوره سلامته یا دست خیریت جان جوره سلامت جان تو جوره شکر فضل خدا چی گفایه قرار قلالی میگو امید نمیفهمی تو پنکه سویچ های تعمیره روشن نمیشه یه دقیقه بر کتو بخش همه نرم کردی نه دل جان این سویچه از برق زده با برق زده ها برقا شما هسته هستونی نمیبینی لاب مثل گویه ببری روشنه مچه خدا تبریک باشه دیگه خوی خرابه چی تبریک باشه تو هم مغز سر خود پوچی به خیلی خوشی از این نمیگم از چی میگی پا؟ از برار تو مرتضا هاشته تبریک باشه مثلا مرتضانو به دکون خودم ما کجا رفته آیا دیگه حال خور باز به او در میزنی یا چطه بزودر؟ شیرینی ها رکه میخوری خیره دیگه خوش شیرینی تو اگه عقل اصاب دیشته بشی تو هر کس به سر سفره چایاک و صبحانه شیرینی هم میخوره دیگه ما مگرم بخوریم بابا شما بای از او شیرینی ها نمیگم که دو شیرینی ها از امی که برار تو نمزددار شده که دو برار ماه چند تا برار داری دیگه برار کلون تو خب ما دو براره مرتضا مرتضا ما و مرتضا خب مرتضا نمزددار شده شیرینی ها یکه خوردیم دیگه خیره چی میگی تو لولعب میگی چی میگی تو خب مرتضا کوش زن داره دیونم مگر من اثبات داشتم او زن اولیه نمیگم زنی که نو گرفته همین نمزادی که نو کرده برای من امزاد شده ما بله ها مرتضا جان حالا باز خور به او در میزنی خیره دیگه چه کار چی فکر میکنی؟ تو وقتی همی چیه صدا کنه وقتی همی عروس خاله مر صدا کنه وقتی زن برا اگه ایت باشه گردن اما بند باشه تو ما ادعا شرف خور نکنو ادعا شرف چی؟ ادعا شرف من مگر عمر زن میدانم چرا او رفته راست میگی تو کی گفته؟ ای مادر میگفت زن کرد من بیاندم که سفید بخونم پیش تو شیرینی ها خوب استونم حقیقه تو وقتی چیه صدا کن وقتی زن برا صدا کن وقتی ها؟ زن برا صدا کن چون بزی کار دارم اینم پس کده که لخاطه اینی چی کن خیلی نامردی بودی برار خیلی نامردی بودی حال خوش اپیار و مدر نامردی حال خوشکر غیق نکش دیگه شما زنشون با ما میگیم زحمت کشین که بهتون نزبت دار کنم آخری میره زن میکنه زن برو خیلی نکش وقتی صدا کن وقتی ها؟ وقتی صدا کن زن برا که کار دارم وقتی دروغ نه که بگی دیگه نه های دیگه من دروغ میگم برو صدا کن خس کن همه تا وقتی چیار کن اگه بیاد داری باشه تو برو من یک دستک میکنم یه خرابی این زن برو نگو به شما نگو به شما بدن چه گفت یه بپرسد کنه چی میگه بله بله خوب هستیم بخیریم سلامتیم جیاریم بخیریم هیچی دیگه حالا باز قربه در میزنیم خیره بیشتر از چی؟ مرتضی جانم میگفتم چه کار شده؟ خیره نکن خیره چه کار شده مرتضی جان؟ دار شدم شیرینی های رم یکه خوردیم خیره چه کار شده؟ تو زن اصلا تو من یک بیپیلی میرسی که در دارن با یک دیگه برمدم نه یکی نگو چه کار شده؟ تو شیطو نگفتی من که به تو نسبت دار میکنم شیطو برای تو نسبت دار شده این دروغ میگه به میدیشی لب
گیلک جو خیره تو چوب کو یک دقیقه من بگم ده تو چوب بس حلوایا باره تو خیشه تو دیوونه چیکار مرد خم شده که در با من به حرفتونو میکنو تو همی تو برگاب دادی سر بلندم بی خیلی جهت کردی حالا چی میگی تو نایی؟ مرتضی جان زن کرده دیگه خیره شنگاری که خوردیم ما خبر نکردیم خیره البته تو خیلی میبینی خیلی خورده این چری خیلی ببینم مدرمه میگه مامه خلامه آنی تو نامه نمیگم بیبی تو هم میگه همه این مله ما چه شده که مرتضی زن کرده بست مله شده جای شده مله شده مرتضی شوهر ببین من خبر ندارم شما خبر داریم و میتونه با من دیگه میگی زحمت کشک من بزی خونه خیره گیلم جو خیره تو باید خوشحال بشی که برار تو زن کردی مرگ خوشحاله چی زن کده خاکم سر مردم داشته باشه چی حالا. در خوبی نمی کنی؟ حالا من نزده که او زن کرده چرا من میزنی تو کی زن کده به خدا قسم بمیده تو کمشو بگیر من پر تو بزنم تو من بگی بیاده خب من چه کار دارم من بیانم پیش شما سفید خورم من زن اینو خبر ندارم شما خبر داری ها دیگه بونو که دیوونه بده که اصلا کارو وقت برو برو بیانم دیگه شیرینی نه آخر اصلا نشکنم که به خدا قسم بیامدم شما کشمارم میکنم به من زنشو به من میگه ما تو زن میدیم نسبت دار میکنیم انا حالا خبر شدم که یک کدگی گرفته دست می خودشون به زیارت ها خواه با مچه تا خواه با یک کدگی من عمر خوره میته یک لق لیست بگردم به وزنی بری من بیانم که شیرینی آخر بستنم شما بازی کن چه بابا صبح خودی بیار تو جنگ دیشتک بیار تو از دستی میره به مسجد خیلی میشد گپ مفت دیگه نزنیم به من خواهم سر شما چه از شما بیدی بیا گپ بده شما به گپ نمیفهیم اصلا بزنی رو خبر ندارم شما خبر داری همین شما رو مدار خواه یک زنگ بزه مرد دستیشه خب چرا من باید بازی دروغ میگم نه خب دروغ نمیگم گپ من باید کال شیرینی ها مرم بدیم دیگه بابا یلد این نایب که سرما بایم ما ترقه اینا من اخورته که گپ دادن گفتن که تو نوزبات دار میکنین زحمت خونه بکشه برای سودا برو کار کو برو شاگرد شو برو پول بیار برو مرگ خاک بزی خونه بیار حالا من خود مرتضی جان خود کجایه ما چون یلد این لگ بگذار جان که حساب بخرم و فقط پیارتونه جان خب میگیم بزی زنگ تو بزن بده یک زنگ به اون درتو بزنم یک زنگ به اون در خوب بزی سیکو دیگه من بزی خونه کار من نمای مزدور بیام پیش شما من چی خبر بدون دیگه من گفتم شیرینی آخر بستنم آنه بگی ایکی نه مدر منه دیگه کی نه مدر تو تگوش خوب بگیرم آه دیگه بله خاله من نایب نیم منو خاله میگم گریه نکو گیلک دیگه گم میزنی گم تو بگه بکن که من نمیشم مگه چرا منشو گریه خب بگیری من چی بگم بزن دیگه من خبر بگو شما کار داره بگو کار داره بله میشنوی بگو مادر به شما کار داره گیله آه گیلک بره شما کار دارم چون گفت زنگ بزی آه بودم دستی ها خب گریه میکنه خیلی چه کار کنم بگی میگم بده دستی خود دیگه گریه نکنم نه عاد دیگه سلام خاله اشتنیم خوب این خیلیت جانجوره دم غنیبت شکر زنده باشین های خاله خونی اف بیار شما خاله آباد خونی اف بیار شما آباد باشه من خبر داری که من خورتگی تاله چیشمه به چیز زن نفتاده شما برفتی مرتضی برار من زن دشتی و زن دادین ندادین خب تو بغزالی امریکایی بخوری که مادر تو میگم ما زن ندادیم خب مدرن خود زن نداده خود یه زن کرده شما زن ندادین کی زن داده خود زن کرده شما از کی خفه شدین خاله
بسته مله شما میگه زن کاکام اینا خبر دارم ما خبر نداریم گردن همان دوشان حال نایب آمده میگه ما پنکر تیار میکردم مثل شطور وری تاشو بده بر عزیز نشون میدم برو شاگردی کو کش رنگ دی لبلبی بفروش بیار که اینا گناه کنم خیلی دیره نه خیلی خلاص دیگه خاله چی با سرم زن میدیم از دروغ با من میگیم خدا حافظ خب حالا چه کار میکنی؟ چیه؟ حالا چه کار میکنی؟ شیرینی آمد بدی چرا بیا تو شیرینی بتو بده برو مثلا آقا برو شیرینی بده تو سبب که من برو مثلا برو خوب بکن که زنگ بزنه ولی او زنگ زنه خب من میرم کجا میری؟ من میرم مثلا غلام ای بچه تره که پرک نه یک پیاله چای ورنه بیار دیگه آره خلیفه بیاورد یک دقیقه صبر یک پیاله چای بیار تو میگم بابا خلیفه به چشم من بیامون برقا ضعیفه خلیفه یعنی طالب جوش نمیده اون چایا نه طالب جوش نامده برقا ضعیفه الو سلام به کاره چی قال مقال داری چی گفته چرا گریه میکنی کی گفته نایب گفته نه کتو نکو برگه بچه خب چای جوش میدم خلیفه چاری شده من میارد بشه که طرق برنه نکو تلیفون گپ بزنم ظرفار میشه چی گپ تو بابا جان تو به گپ نمیفهمی ای شایعه بابا جانی گپانیه آخه تو کلیت خرابه من تو نکو برک تو میگم زن نیه ای گپا به خدا دروغ میگن تو گپا مردم باور میکنی گپ شوخو باور میکنی نه بابا جان نه کجا بچه تو رخ برک به گپ نمیفهمی خلیفه جان تو بیا اینجا یک دفعه تو بیا اینجا نه زن نیه ای گپا بله خلیفه مرگ بله خلیفه تو نمیدی که تلیفون گپ میزنم همه سه طرق برک میکنی خلیفه کار داشتم خوب دیگه یک پیاله چای مقدار وقت میگیره خودی از اینو خودتونیو بابا جوش نزن به خدای گناه همه گپ ببر تو گفتم دروغ میگم اینا خاطر نمونه که ما و تو خوش باشیم خلیفه کی هست اخزر تو ایتی کینه ما مثال خانوادگی ما خود تو صد نگه تو خود دخیل نکو خب نفهمیدم خلیفه بخبر بیار چای خودم کو اینا زن نماین که ببینن که ما و تو خوشیم به خدا اینا شایعه تو گپا از اینا باور نکن با ترق و پرق میکنه خلیفه نگفتیم چای دم کو خود چای دم که نمیتونه ترق و پرق بکار داره دروغ میگم جیگر ما به خدا دروغ میگم اینا همه گپ میزنم به دروغ به تو گپ نه بابا جان میگم اینا پیش خود میگم باور نکن گپا تو به گپا نایب آمده ما چی کر داری بگذار که بگم به خود خو بابا من نمام چای بیزدارم چای تو به خدا قسم مله کند ما خلیفه میمون داری مرگ میمون داری ما میمون چی کار نمیله که سسرو نکه بازا که تلیفون گپ میزنم گریه نکن حالا من میام به خونه میام گریه نکن قطع کو
عجب گیری کردیم خدای رسی خود از این مردم. گیلک به کجایه؟ بری تو همه گوشی برستی ho. میشنوی گیلک؟ چوب بود تو چوب کنه میشنم همین نایب چی شد؟ آره میگه نایب بری گوشی به نایب بده. چی می؟ نایب آخه بگو گپ بخور بگو چی می؟ بیا که چی می؟ خب بیا به تو کار دارم. من نمیفهم آنم اینجا شیشته ما کینه؟ بچه خالی تو کینه براد من گپ زن. یعنی قبضی دیگه. بله بچه خاله خوب هستی؟ السلام علیکم کنک به تو کی گفته که من زنگ کردم؟ خب من بیامدم من چی خبر بدم دیگه من بیامدم گفتم یه خبری از شما بگیرم. آخه چرا یک زرده میدیم خب تو بعد که گرفتی بگپ بردشی گفتی پیش خود خو به گپ مردمش که تو به تک و چهار گپ گفتن تو وقتی بری به خانواده بگی گپه نه مادر بلند قبضی که بشنوه دیگه میشنوه بلند قبضی همه مادر مینا همه میگم مام خالامه همه مینا میگم که زن کرده دیگه. راست بگم خب نه چرا یک زرده میدیم خب شطور دوزی و پشخم نمیشه. نه بابا گپ مفت نزن نه با تا معلم همه چه شده که چی بچه خاله تو زن کرده دیگه. من گفتم از این که دیگه کسی بیا به شما دیگه کسی بیا بگه من همی قوما شما هم دیگه نزدیکا شما بگو چرا برای خود زن نداری تو بگو تو گله کو طرف من نه تو طرف من گله کو بگو چرا گلک میگه من زن نداره گلک میگه چرا من زن ندادم میگم مرگ بخوره گلک مرگو بگو خب من نمیفهم دیگه من یا گوده و هم گلک میگه بری گوشی به گلک بده بگین ما از این گریه نمیکنم که دل ما به شما و زن پرچیدی شما بچیزه ما از این گریه میکنم که حق منه ما حق نسبت دار شون نگذاری که برای مجگاه بس نگاه دار کدام بیایم بزی بگم میگم شور نخوری که تو ما بیام به کجا؟ از این جگه من میرم آنه بگی میگم شور نخوری که من میام بله خب من میرم به سراخو میرم بگی من میرم به سراخو میرم کجا میری چرا میچی نمیجم من میرم به سراخو
منو بجی سانه به کجا جسته؟ گردن مبان بجیسته و خمیل بشو نبود سیه با شما میان که بین خود دم سرای میره سیه خوبه سیه من میام رو به در سرای اینا برای معلوم کنه که سعی کنم اینا چی میگم اشته میگم دروغ میگم خوبه میام عجب گیری خدای رسی به زندگی 5 دقیقه تر ما هم ببینه خوش ببینم اکسره هم دنبال کنجکاوی انگه چه کار بکنن که زندگی یکیر به هم رس کنن هیچی خوش نداره کسی که یکیر ببینه به زندگی خوشه ابا چمو چهار نوردی زور رقم مردم این خدا رسیبم هر کار بکارم یک بیه میگه که تو زن تو چرا رخت میتونه پینجری بگی یا برنه یکی میه میگه چرا زن تو کوش درسته بینه داره یکی میه میگه که ولم و علیکم کی کوشی نداره خلیفه با تو چی ربطی داره که کوشی نداره تو برگرد بکاری اما به تو نگفتم این کارو خود دخیل نکن زندگی شخصی مردم خلیفه نفهمیدم خدا عجب گیری کردیم ما خود از این مردم چای میخوریم خلیفه میگم تو مثل گوله خودی کارتان نخوردی ها چرا خلیفه آخه تو 100 دفعه نگفتم به زندگی شخصی که از خود دخیل نکن من خود خانواده قبل تو اکثری میگی کوش چکاره کوش با مادر خو مستر میری میخری خب بخشش باشه ولی پول بدن پول می چیکار کنی خب چاش میمون داره باز میمونکینه کوکو گلزما بابا جان الان که صبح من میرم تا به خونه اگه حضوری بس میایم خب سیه بفهمیدی بله تا صبح خورا جمع جور کو خلیفه گوشی خورم نبرد خلیفه بفرمایید به خونه خونه چی برای تو کی گفته که بیایی که تو همین دیزی مدریو مادر من گفته مادر چی گفته تو گفته برو با همین نزدیک کن به کجا دیدی که مزن کردم تو کی گفته که مزن کردم آخه بچه خاله جو مادر من نگفت که برو به همین دزی کو خب گفت مادر من گفت یک بچه خاله تو زن کرده گفتم باشه هم پیش خود گفته دیگه راست میگن خلالا شما مگر من زن میدادین به کجا مزن کردم تو خبر داری که مزن کردم آنی و مدر میگن خوی مادر میگم به گپ مردم اینا دوستون یک فامیل به زندگی خارم باشه هم یک میبینم به زندگی خارم باز میبینم یک بوجول میتونن گفتم مرده که زندگی از او امروز میکنن بوجا کو مدر خود بده برو مادر خسرا کو خزه بیه آخه بچه خاله بریم یک پیاله چای بخوریم اله کنه کی به خونه شما میره شما خیر از بامین دزی دیگه چیکار نداری برو سرا کو مرا خو خزه بیه مادر باز زندگی من رو مطلق میکنم انا بیا مدر انا این بچه خاله من شمار کار داشتم خوبی خاله خیریت جان تو جور سلامتی خود من هم خود شما شکر فضل خدا سلامت باشی چی گفت خاله جو شما خاله شما هیچ کار زندگی نداریم به غیر از بامریزی زندگی مردم من نمیفهم دیگه می رفیقاتو بیدن کی بیدن بچه تکوچه گفتم نایب جان بیامد به ما گفت من گفتم برو برای سفید خودی بدین دیگه مادر اصلا شما نمایم که یک به زندگی خارم باشه یک دم میایم میگن که والا زن فلانی به بر خوب پیران متر پینجری بگی که یک دم بر میخزیم میایم که والا کوشای رفت کوش عرجی استون یک دم میایم میگه میته شد بابا جان شما چی دقیقاً بخصوصا که مردم به زندگی خارم باشه شما خاله از کجا خبر شما خبر نداره کی زن کرده چرا من زن نداده خاله جو این گپار من نمیفهم خودم از خوشحالی گفتم مشکل نداره دیگه آدم دو تا زنم میکنه سه تا زنم میکنه آخه آدم 7 تا زن میکنه به توان باشه میکنه ولی وقت از زندگی خوریزی باشه هیچ وقت زن نمیکنه کسی که از زندگی خوریزی نباشه میره تو 2 تا 4 تا 5 زن میکنه من خب از زندگی خوریزی هم مشکل ندارم خاله خب بگیدم من سر تو شم خب میفهمم ولی تو زن که دیگه نکردی ببین چی فایده چی زن مر گرفته داری آخه تو خاله بیا من اینجا بچه خوره کردی به سلام وره کردی زندگی ما بسته کامل هم قاعده وات کرده بچه دیگه نمیفهمم بدن گردنم بند باشه یک دفعه من گریه میکنم یک دفعه چیز مادر باز اگه
زن تو آدم خوبی باشه زن و شیر باشه چه برف به چه خود کنه دیگه کدام ندونه. خب مادر خود شما گفتیم برو اگر حالا به وایدم شما بگیرم. خاله کی گفته مثلا که برار من نسبت دار شده؟ چرا من نسبت دار نکردم؟ حق من خوب. آخی هم خاله چیگر اخی هم خیشوقه من شما خبر داره دیگه شما هیچ خبر نداری. آنه. به به. مرتضی جان البته تو بس میشه نمیذاره گفته نمیتونه اگه بکردی کو گپی نیه. خاله من چی شرم دارم چی ترس دارم چی بیم دارم چی ترس بیم ندارم من کاری نکرده باشم هیچ وقت نمیگم کرده باشم. حالا جو این مسئله شوخ خوشیه تو آخیشین بچه. دوزی چطور به پیاده میشه؟ گپ مفنن تو غم خود داری بشی سر جا خود باشی که واسه من گپ بزنم خود اینا. من هر روز به شما زحمت میکشم میرم راست میگه. شاگرد شما من بابا جان من خدا شاهده زن نکردم شما من یا خود زن رو به هم انداختین اینجا بارو جا رو انداختین. ایشتن انداختین اما اولا این بچه تو بخسته اومده اما فکر نکرده اما فکر نکرده که این زندگی نو امروز بشه. خیرت جان خیرت سر صدا نکنه سایه میشنم. خود چرا خاله بینه به همه مردم خود راست میگن خاله من راست میگن عمه من میگن نه هم خیشو تو ما خبر داره خیلی که میکنی خورو تمام اصلا خود شما مردم خود خاله شما مردم اصلا در کل همین ما مردم در کل فقط اگر نور خوش کداره فقط بال اینجا ما موشا خونی ما گوش نگی لیوارس میره تو میگی نور خوش کداره خیره یه رد از یه لفظ. خدا اینا رو بخیر گم و مرد کنه یا میگن نور خوش که یا میگن خاله جو گپی نیه دیگه چی بود برفتیر شد دیگه اگر اصل مبارک باشه اگر نیه دیگه ما خاله جان سعی کنیم شما زندگی مردم رو انگیز نکنین. خاله گردانم بند باشه خاله خود شما خبر دارین که من چی چیلکی بدم با من میگم که تو زن میدیم ما موگزا به زینا زحمت کشیدن که چی بگم انالی برفته زن کرده من اینجا پادر هوا بمونم یعنی تو برار تو هم به سر تومات میکنی میگه اپه تو که تومات کنی دیگه از اینا به چی گلا دارم کوی میگه قربان سرتشون خاله جو من دیگه اصلا میرم به روح و پیاده بشی صبر که ما گپ میزنه خود خاله تو سگو خاله چی میگم خاله سگو چی میگم میشنو بگو خاله مثل مادرتون سر صدا نکنه دستارم و بعد اینجا گفت ما عزت بروی داریم از خوب اگر زن کردی مبارک باشه اگر نکردی برو زنده باشه سعی کنی خاله جان خاله حکم مادر داره مادر مگر مثل اولاد خود بچه خود دوست داره خوارزاده خانم رقم دوست داشته باشه و سر شایعه نکنه خاله جان دوست دارم بیشتر دوست ندارم به خدا من خوشحال میشم تو سه چهار تا زن داشته باشی خونه داشته باشی زندگی داشته باشی من کاخی به تو بد تو رو خدا میام خاله چی کرده قربان سرتشون اصلا خاله سعی کن نگاه چی میگم تو عممه هر کس همین خیش قومه که فکر میکنن که همین رقم هسته همین تو فکر کنه دیگه به چهار طرف منه دیگه به چهار طرف منه شما فقط یک خوش دارین که 5 دقیقه من زندگی خوش باشه شما ببینید که من زن خود دوست دارم خودی و رفتار من خوبه یک سره از هر لحاظ زندگی من خوبه شما میایم یک سره یک سنیفه بندی میکنه که زندگی ما بامرس کنه بریم دیگه خود شما این رفتار میامد داره بس چون اله کوله بریم خب چهار تا نمیرفتم من چه کنم دیگه خاله به چهار دوبار دیگه به چهار طرف منه برو بابا آدم یک گپی هم میزنه به بلا میفته خود از این مردم نمیفهم چی رقمه تم دیگه به چردی بر از اینا به چه نری دیگه من خب مادر من چی خبر بدم من گفتم برم به خبر چی بگیرم خبر دارم برو به خونه برو کفته برو دست شما مردم میبینین نگیم برادر کار خوبی نی یک مسلمان اگه کار میکنه نمیکنه چرا از دروغ بجو تویتی تیار میکنیم واقعا بعض آدم ها به می شرم میتنه همین رقمه فقط از دروغ خوش دارن که یک خانواده به هم افتکه از دروغ فلانی زن کرده فلانی چون چادر نخریده مثل مو نفر شد که یک دوست بره مثلا یک نفر بره به باغ بالا شد به درخت زردالو میکسد باغ بیام مدد گفت تو به سر درخت زردالو چی مرگمه ای گفت تو به زن خود پیرن سرخی بخریدی آهی گفت بزرگ گفت چی کار داره هر کی اختیار خود داره خب شما بریم یک آهنگ هم گوش میکشیم آهنگ پخش کنیم تلویزیون بجو بره آهنگ پخش کنیم همین آهنگ که خلاص شد دیگه با به خیر خوشیانه خداحافظی میکنیم پس از اینجا خداحافظی میکنیم شما رو به الله پاک میسپاریم تا هفته دیگه خداحافظ و نگهدار شما
امید خدا بوتی بالا بلا گل بند طلا و گلوی تو میبندم گلی از چمن شاعران وطن و تو بر میچینم سر موی تو میبندم و بهانه نو و ترانه نو با غزل عاشقانه نو میبرم از سوی خانه نو وقتی که شب و سحر برسد یار قدیمی زدر برسد باغ غزل و ثمر برسد خواب سحر جان و جگر بی تو پریشانم وای بی تو پریشانم شاخ نبات شام هرات قدر تو میدانم وای قدر تو میدانم وعده ما قرار ما زیاد آمد نمی رود نمی رود نمی رود